یک شیخ بود جین میخوند رنگ این داملاهای ما و جینخانهای ما سوره بقره و وایمه نمیکرد. یک سوره فاتحه که دی جین نمیکشت، یک سوره فلق میخوند جین نمیکشت. بعد دیگر رقیه خانها و جین خانها حیران میشدند. خود به در نظر در تاجیکستان آمده بود، در نظری مردم این کار میشد، حیران میشدند که مقصد چه خیل میشه. بعد یک قاعده گفت که یک چیز فراموش نکن که اگر 30% بیمارهای تو 30% بیمارهای تو بیماری که به نظرت میاد اگر شفا یابد، از امریکا بیمارها به نظرت میبیاید. دیگه روز و شب نداریم اگر تگی درت پوری آدم میشد. میگفت اگر 30% آدم شفا یابد، 100% از دست شما هیچگاه آدم ها شفا نمییابد. این مسئله فراموش نکنید. فهمیدید؟ این نه طبیب های تمام دنیا، بهترین بزرگترین طبیبا یک جا جمع شوند، همه بیمارای نجات دادن میتونن. هر یک بیماری هم وقت و اجل دارد. یعنی الله تعالی بیماری میتید برای یک بنده مقصد دارد. او بیماری 45 روز 30 روز یک هفته وقت دارد، اجل دارد. جین هم به بدن یک آدم میدراید، ضرر میرساند و هم یک اجل دارد، تمام شوی دارد. اون وقتش که نرسیده است نمیبراید. و اگر رفت و هر یک کسلی که شما میخونید او شفا یافتن گیرد، اون چه خیلی که شاید گفت 30%ش اگر شفا یابد از امریکا آدم ها میبیاد خانتان. اگر 100% یابد شما دیگه عیسی علیه السلام میشید. معجزه حضرت عیسی علیه السلام این بود که هر یک پیغمبر رو الله تعالی یه معجزه میداد که اهلی همون زمانه در کدام کار متخصص باشه همون میداد. زمانی موسی علیه السلام مردم بسیار به فالبینی و جادوگری مشهور بودن. جادوگری بسیار مشهور بود، جادوگری رواج یافته بود. یه معجزه الله تعالی به موسی داد که دیگر سحرگرا سجده کردند. 70,000 سحرگر یک و یک بار سجده کرده به الله تعالی ایمان آوردند و فرعون آنها رو به آتش میپرتافت، از ایمانشون باز نگشتند. حضرت عیسی به یک قوم پیغمبر شدن که اونو در علم طب پیش رفته بودن. مثلا همین بیماری پیسه او 1 سال 2 سال طبابت میکردن، بالاخره شفا میافت. ماشاءالله فلان چی درست شده است. گفته آدم‌ها از دور و نزدیک پلای گرفته می آمدن طبیب ها. لیکن حضرت عیسی آمدن پیسه هم تو کنن درست میشد، کاله هم تو کنن مو میبرامد، نابینای هم تو دستشان کنی مسح کنن. مسیح میگن کو مسیحی ها میگیم. از امتی عیسی علیه السلام ما مسیحی میگیم نسبتا به عیسی مسیح. مسیح از کلمه مسح گرفته شده است. مسح همین چشم نابینای اگر مسح کنن در حال شفا میدید. این معجزه های الله تعالی برای پیغمبران میداد تا اینکه مردم ایمان بیارند، به پیغمبری این بنده ایمان بیارند. یعنی از آدم های عادی پیغمبر باید فرق داشته باشه، معجزه داشته باشد. بنابراین یعنی که شما فکر نکنید که هر یک آدمی که شما میخونید باید شفا یابد همین روز یا بعدی خواندن شما. نه، ولی شفا میاد شاید بعد مدتی 10 روز، شاید بعد مدتی 1 سال. حضرت موسی فرعون دعای بد کردن. الله تعالی گفت که قد اجیب دعوتکما، دعای هر دوی شما قبول شد. ای الله، مال و ملک فرعون را نیست و نابود گردان، بر قلب آنها مهر زن فلا یؤمنوا، ایمان نارند، حتی یروا العذاب الالیم، تا عذاب علم آور را نبینند ایمان نبیارند. یعنی در این حالت ایمان قبول نمیشه، یعنی بی ایمان از دنیا گذرد. گفته دعا کردن حضرت موسی فرعون رو دعای بد کرده، گفته از دنیا به ایمان رود. خلاص اول نکی مال و ملکش نیست کن، چون که وقتی که کمبغل بود، آدمی که کمبغل بود به دین چقه نمیشد. وقتی که پولدار شد دیگه تین شد، سونی زید دین گپ میزند. انا ربکم الاعلی، من پروردگاری بزرگی شما هستم گفت. خلاصه حضرت موسی در حق فرعون دعای بد کردن. هارون علیه السلام دادرشان آمین میگفتن. الله تعالی گفت که قد اجیبت دعوتکما، دعای هر دوی شما اجابت شد، قبول شد. لیکن بعد 40 سال فرعون با آب غرق شد. 40 سال دیگه در روی زمین ظلم کرد. دعا قبول شد. یعنی گاه شما قرائت میکنید و شفا مییابد، لیکن یک مدت دارد. الله تعالی حکیم است.
حکمت دارد. برای همین این مسئله را فراموش نکنید. یعنی شرط نه که هر کسی که شما میخونید باید شفا یابد همین روز. این یکم مسئله. دوم مسئله، جین همه وقت یعنی کشته نمیتونید. همون جین نکشته میتونید که مقصد اجلش فرا رسیده، در پیشانش نوشته شده باشد که فلان روز با قرائتی فلان قاری این جین هلاک میشد گفته نوشته باشد. اگر عمری دراز میده شد، بعضی همون شیخ یک جین ها رو ذکر کرد که در زمان موسی زندگی کردگی است، موسی علیه السلام دیدگی است، همراهی موسی جدال کردگی است، بعدی موسی چندین پیغمبرهای بنی اسرائیل دیدگی است، در زمان ما با زندگی داشت. یعنی بعضی جین ها بسیار تجربه بزرگ دارند. و قاری ها اون طرف است پیغمبرای دیدگی هستند. یعنی که جین های مورد است. همه اونها اکنون شرط نیست که به دست شما کشته شوند یا به دست شما از بدنش برو. یا بعضی جین ها هست که در داخل آدم کلان شدگی است، امکانیتی برآمدن ندارد، نمیتونه، نمیگنجد دیگه، برآمده نمیتونه. که همین آدم مرد بعد خلاص میاد. خلاصه همین است. بعد لا حول ولا قوت الا، هیچ جگاه به خود تکیه نکنید. لا حول ولا قوت الا بالله. ما یگان حول و قوت نداریم، ما یگان قوت نداریم، ما یگان امکانیت نداریم مگرم با یاری الله. اون چیزی که ما تلاوت میکنیم سخن الله هست. بنابراین مثلا جین ها بلرزه میاد. این قرآن اگر به کوه نازل شود، کوه پاره پاره میکند، کوه تلقام میکند این سخن. بنابراین شیطان ها داد و فیغان میکنه وقتی که قرآن را میشنوند، برای که قرآن بزرگ است نه ما. خلاصه همین خیلی است برادر عزیز. عجلش که آمد، لا حول ولا قوت الا بالله بسیار میگویید، عجلش که آمد انشاءالله میبراید، الله تعالی شفا میدهد. بسیارتر بیمارها توکل به الله تعالی کنید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم یا زنک آمده گفت که یا رسول دعا کنید که من بیهوش شده نافتم. گفتن که خواهی دعا میکنم الله شفا میدید، خواهی صبر کن مکافات جنت است. شخصایی که به بیماری ها گرفتار هستید به بعضی بیماری ها صبر کنید. بله وزنین است لیکن صبر کنید، مکافاتتون بهشت است. دردتون به مردم نگویید. بله وای سرم، وای شکمم گفتن ممکن است. در صحیح بخاری امام بخاری باب موندن که باب درباره ناله کردن انسان در وقت بیماری، لیکن در پیش آدم ها نیو. بعد حدیث آوردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که وا رأسه، گفتن وای سرم، گفتن یعنی اجازت است، لیکن شکایت به مردم نکنید، توکل به الله تعالی کنید. بیمارها استغفار را زیاد کنید. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یزدکم قوة الی قوتکم. شما استغفار پرسید از الله تعالی، به گناهاتون مغفرت پرسید، توبه کنید، الله تعالی بر بالای قوتاتون قوت میدهد. اصل بیماری کم شدن قوت است. وقتی که شما استغفار و توبه زیاد میکنید قوتتون زیاد میشه. قوتتون که زیاد شد شیطان بی قوت میشه. از الله تعالی یاری پرسید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خلاصه قرآن کریم، خلاصه تمام شریعت ها ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را میپرستیم ای الله و تنها از تو یاری مدد میپرسیم. بسیار سخنی کلان ابن القیم 4 مجلد تفسیر کردم این آیت، 4 مجلد.